اگر ایران نباشد علم در تاریکی میماند. سلام و درود برادران عزیز. این سخن را یکی از بزرگان پدر طب ابن سینا میگوید و خود در اینجا معلوم می شود که از کی بودن او، از کی فخر کردن او در اینجا انیق شد. وای اگر ترک می بود میگفت که اگر ترکان نمی بودند علم در سیاه میماند. و به همین خاطر دوستان عزیز این معنای آن را دارد که در آن دور همه بزرگان علم، همه فیلسوفان، شاعران، عالمان که بودند تاجیک. و برادران عزیز این سخنها را چرا من امروز میگویم؟ زیرا با خود ما معلوم است که یک هفته پیش مرکز اسلامی ازبکستان یک پیشنهاد نامه به CNN نوشت، یعنی به روزنامه، این تلکانال بسیار با قوتی پرتماشابین امریکا است که قریب در تمام جهان او را تماشا میکنند. ولی برادران این کار را برادران ازبک ما کارانه کردند. آن وقتی که به سر قدرت امریکا ملیتگرایان آمدند، یعنی اونا گفتند که ما ترکیم از برادران شما و اینها فارسند از دشمنان شما. و افسوس که مرکز اسلام شناسی تاجیکستان چی میگوید؟ مسلمان برادر مسلمان. اوکی، ما امروز بسیار تاجیکا چی میگوییم؟ یک در سر ما یک سخنی فاشیستی است را میانگی انسان ها را بعد از خود جدا نمیکنیم مسلمان از مسلمان. و همین خاطر باید بدانیم که اول تاجیک. بله برادران عزیز، سینا در بخارای امروزه تولد شده است، ولی پدرش از بلخ بود، یعنی شمال افغانستان. چون که سامانیان دولت تاجیکی بود، تمام انسان‌های بزرگ، انسان‌های دانا به پایتخت میآیند. این یکمی نیست که بگوییم که مال ما را، بایگری ما را، بزرگان ما را از خود میکنند. اگر خطا نکنم یک سال پیش یا که 2 سال پیش بود در ترکیه هم هیکل سینا را کشودند و در پیشش نوشتند که عالمی بزرگی ترک. و چرا مسلمانی و ترک؟ حتی اردگان خودش گفت که ازبکستان این مرکز بزرگانی ترک است. اردگانی که ما تاجیکان گمان داریم که پیشوای مسلمان ها است، ولی در اساس باید مسلمان میگفت ولی ترک میگوید.